به نام خدا عرفان عبداللهی هستم. با آموزش پرایوت یا همون خصوصی کردن پیج اینستاگرام از وبدونی در خدمتتونم. منظور از پرایوت کردن پیج اینستاگرام یا همون خصوصی کردنش چیه؟ منظور از خصوصی کردن پیج اینستاگرام اینه که شما بیشتر روی مخاطباتون کنترل داری، یعنی فقط فالوورهایی که شما در پیجتون دارید، فالوینگ نه، فقط فالوورهایی که شما توی پیجتون دارید و درخواست اونا رو حالا قبول کردید که شما رو فالو کنند، فقط اونا میتونن محتویات پیج شما رو ببینند و از اونا استفاده کنند. اما پرایوت کردن پیج اینستاگرام مزیت‌ها و معایب‌های خاص خودش هم داره. مزیت‌هاش میشه همون کنترل روی مخاطبان، بعد حفاظت از اطلاعات شخصی پیجتون، پیشگیری از مزاحمت افراد ناشناس، یعنی کسایی که فقط شما میپسندید رو میتونید حالا درخواست فالو کردنشون رو قبول کنید. امنیت بالای کلا پیجتون داره در با حالا پرایوت کردن پیجتون. بعد معایبی هم داره خصوصی سازی پیج اینستاگرام، مانند این که کلا پستاتون به اکسپلور نمیره به خاطر اینکه پیجتون حالا خصوصیه، و بعد جذب فالوور کمتری هم نسبت به پیج هایی که عمومی هستن دارید. در ادامه همین ویدیو میپردازیم به اینکه چجوری میتونیم حالا پیجمون رو از عمومی به پرایوت تبدیل کنیم و تغییر بدیم وضعیتشو. با ما همراه باشید. خب اول از هر کاری وارد اینستاگرام خودم میشم. در صفحه همون هوم خودم که قرار میگیرم، وارد بخش پروفایلم میشم. همین منو ناو اینستاگرام رو اگه نگاه کنید سمت راستی میشه همون بخش پروفایلش، روش کلیک میکنم و 3 خط بالای گوشه سمت راست رو میزنم و بخش ستینگ واسه من باز میشه. در این قسمت وارد بخش اکانت پرایوسی میشم. همین بخش روش کلیک میکنم و در همین بخش پرایوت اکانت رو میتونم فعال کنم که اکانت من خصوصی بشه و پرایوت بشه. همین گزینه رو که حالا روش کلیک کنید واسه حساب من کلا خصوصی نمیشه، به خاطر اینکه حساب حرفه‌ای هست. باید از حساب حرفه‌ای به حساب عادی برگردونید، بعداً پرایوت کنید اکانتتون رو، که ما فقط آموزش پرایوت کردن رو فعلا بهتون میدیم. بعدا میتونید از بین مقاله های وبدونی دی اکتیو کردن اکانت هم و اینکه از اکانت حرفه‌ای به عادی برگشتنش هم حالا اونجا آموزش ببینید. همین کلید و همین دکمه رو که فعال کنید اکانتتون خصوصی و پرایوت میشه. امیدوارم که لذت برده باشید.